اینایی که امروز تو این ویدیو بهت میخوام بگم بهترین ترفندهای من برای پوست بی‌نقصه. اول یه مرطوب کننده بردار و کرم پودری که دقیقاً همرنگ پوستته. اینا رو با هم دیگه قاطی کن. یه بیس پوستی خیلی قشنگ بهت میده که کاملاً روی پوستت میشینه. برای کانسیلر موندگار که هم تیرگی زیر چشمتون رو برطرف کنه هم کل روز بمونه، به پرایمر، کالر کرکتور و کانسیلرتون نیاز داری. اینا رو کامل با هم ترکیب میکنی. این ترکیب بدون پودر کل روز براتون میمونه. خب حالا بریم سراغ رژگونه ایدئال. مداد لب مورد علاقت رو بردار، یکم برانزر کرمی و یکم هایلایتر. اینا رو کامل با هم ترکیب کن. یه رنگ خیلی طبیعی بهت میده که خیلی هم خوب روی پوستت میخوابه. برای کانتورم یکم مداد آبی بردار، به برانزر کرمیت اضافه کن، کامل با هم ترکیبشون کن. این میشه رنگ کانتور مخصوص خودت که با انگشت میتونی کامل بلندش بکنی. برای رژ لبت هم همون رژگونه قبلی رو بردار، یکم بالم لب بهش اضافه کن و قشنگ با دستت پخشش کن روی لبه. امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه. اگر دوست دارین ترفندهای بیشتری رو یاد بگیرین، پیجمو دنبال کن.